یکی آمد پیش بزرگی، یه مبلغی رو به این بزرگ پیشنهاد کرد، اینا رو آوردن براتون هدیه. اون بزرگ من نمیخوام. چرا نمیخوای؟ چرا نداره؟ نمیخوام. خب بگی پوله. میدونم پوله، نمیخوام. اصرار کرد، اصلا براش توجیه نداشت که پولی اومده جلوی این آقا قبول نمیکنه. مردم این جامعه برای رسیدن به یه مبلغ شندرغ پول پا رو هر چی میذارن. پدر رو فدا، مادر رو فدا، کرامت انسانی، شرافت انسانی، همه چیز رو فدا میکنه تا به پول برسه. آقا پول اومده دم خانش نمیخواد، یعنی چی؟ اصلا براش این توجیه نداشت، نمیتونست درک کنه. خب پول بگیر دیگه. من نمیخوام. یعنی چی نمیخوام؟ بعد اون بزرگ خطاب به این بنده خدا برای که توجیهش بکنه، گفت ببین تو ثروتمندی نیست؟ گفت بله. گفت اگر همین پولو با همه ثروتی که تو داری یکی دیگه برای تو هدیه بیاره قبول میکنی؟ گفت بله قبول میکنم. گفت پس تو از من نیازمندتری، تو محتاج داری، تو دنبال اینی که همینطور پولی برای تو بیارن، ولی من پول اومده نمیخوام. من ثروتمندم چون غنای دل دارم. طرف پول داره اما 99 زندگی میکنه. میدونی 99 یعنی چی؟ یکی رو میخوای هلاک کنی 99ش کن. چطور؟ یکی زندگی راحتی داشت، زندگی بی دردسری داشت، گفت میخوای اینو تباهش کنم؟ گفت چیکار میخوای بکنی؟ حالا میدونم باش چیکار کنم. رفت 99 تا سکه طلا داخل یک کیسه ای کرد، گذاشت دم خونش. صبح بیدار شد، دم خونه نگاه کردید 99 تاست. شمرد به امید 100 تا، دید 99 تاست. شمرد 2 مرتبه به امید 100 تا، دید 99 تاست. باز شمرد دید 99 تاست. گفت 100 تا رو باید تکمیل کنم. از 99 تا هیچ بهره ای نبرد و در امیده که اینها رو 100 تا بکنه مرد و تا آخر عمرم دوید. ما حال داریم اینطوری زندگی میکنیم. همه دنبال این هستیم که 99 خودمون رو چی کنیم؟ 100 کنیم. 3 تا زمین داره، 4 تا زمین تو بهترین نقطه شهر. میگه انشالله یه زمین جدیدم تو فلان نقطه در فلان شهر بگیرم تمام، بعد میشینم از مالم استفاده میکنم. خیلی این آرزو رو داشتم، بهش نرسیدم. تو حدیث آمده اگه یه وادی طلا، یه وادی پر از طلا رو به یه انسان بدن، دومشو میخواد، دومشو بدن، سومشو میخواد. این فقیر واقعیه، این محتاج واقعی. اما یه عده هستن غنای دل دارن، دلشون پر از توکل به الله، از تفویض به الله، از تسلیم به الله، از اعتماد به رزاق. با اینا خیلی سیرچشم دارن زندگی میکنن، خیلی زندگی شاهانه‌ای دارن، چون به هر چی که دارن قانعن و همونو درست دارن خرج میکنن، برای خودشون، برای خانوادهشون، برای نفع جامعه.